بودگیشون ناست یک دیگه رو میبینیم اونا یک سال خونهشون دعوت کردن ما گفتیم که خونهتون نریم گشتبار هر دومای دعوت کردن جای جمعیتی بشینیم بهتر ها با پگاه که خواهد با گشتبار خونهتون جکن زنیم بریم مرما آیا میگن که در جهان دشمنانی دوستان را گم مکن در میان کجگزاران راستان را گم مکن هر کجای پانی در پای تو سر می نهند آشنان خورده آن آشان را گم مکن یعنی همین یک برده نان یک پیاله چای از دست کسی به ما رسد ما باید همچون دوست باید قبول کنیم چون دوست صفات پروردگار است دوستی ایمان پروردگار است و امروز میگن دکتر تاریکی استادی همین طبیبانی تویسان گویه می شود زیرا که یگانه کسی که توانست در همین دو علمی خلقی را جاری کردن پیش بردن رونق دادن همین است اصلا اما شاگرد میشه که احترام استاد داشته باشه اگه استاد احترام نکرد اون شاگردم برکت نمی آورد امروز من خیلی محسن جان خیلی خوشحال شدم که دکتر گفتن که ما دعوت شدیم و نداشتیم تصادف روز بخوریم تصادف من در اون اینو بودم یک شد بعد گفتم محسن جان میخواد در دفعه دارد میشینیم اگر من خوشحال شدم با چهره شما رو ببینم که تیمرانی چندی بار ندیدیم خب کابل ندیدم برادر شیرین ندیدم خیلی ندیدم امروز دیدم خدا کند که هر اقدامی که میگذارید در سایه تیپ جامعه عمل کنید خدا مدد کنه سلامت باش